دوستان عزیز، ذات نیک برای همیشه نیک است. چی در قدرت باشد، چی در وقت ضعیفی باشد، چی در ثروت باشد، چی در فقیری باشد، چی در شادی باشد، چی در غم، ذات نیک برای همیشه نیک است. یوسف علیه السلام را وقتی که به زندان بردن، زندانیان گفتند ما تو را از جمله نیکوکاران میبینیم. زمانی که عزیز مصر شد، بازم برایش گفته شد که ما تو را از جمله نیکوکاران میپنداریم، ما تو را از جمله نیکوکاران میبینیم، ما تو را از جمله صادقین میبینیم. دوستان عزیز، انسان خوب را نه مصیبت بد میسازد، نه منصب خراب میکند، بلکه برای همیشه در اصلیت خود باقی میماند. انسان هایی که ذات نیک دارن و اصل هستن، اونا گفتم که در همه چیز در اصلیت خود باقی میماند. دعا میکنیم که خداوند ما و شما را نیز از جمله نیکوکاران، متقین، صالحین، صادقین قرار بده.